اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. الف لام میم. این کتاب در آن شکی نیست، هدایتی است برای پرهیزگاران، یعنی کسانی که از خداوند میترسند. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنانی که به غیب ایمان میارند و نماز خود را به تمام و کمال برپا می‌دارند و از آنچه برایشان روزی گردانیده ایم خرج می‌کنند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنانی که به آنچه به تو نازل گردانیده شده و به آنچه پیش از تو نازل گردانیده شده ایمان می‌آورند و از ته دل به آخرت یقین دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آنها از جانب پروردگارشان بر هدایت راستینند و ایشان همین هایند رستگار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بدون شک کسانی که کافرند یعنی ایمان ندارند به ایشان یکسان است، خواه ایشان را اخطار بدهی یا اخطار ندهی ایشان ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده است و بر چشمانشان پرده است و برای آنان عذابی بزرگ است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. از جمله مردمان کسانی اند که میگویند با خداوند و به روز آخرت ایمان آوردیم و ایشان در حقیقت ایمان ندارند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ایشان چنین میپندارند که خدا و مؤمنان را فریب میدهند ولی در واقع جز خویشتن کسی دیگر را فریب نمیدهند و این موضوع را درک نمیکنند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. در دلهایشان بیماری است و خداوند بیماریشان را افزوده است و برای ایشان عذابی دردناکی است به سبب آنکه دروغ میگفتند. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. و هنگامی که به ایشان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند به تحقیق که ما اصلاح کنندگانیم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آگاه باشید به تحقیق که همینهایند مفسد اما این موضوع را درک نمی کنند. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. و هنگامی که به ایشان گفته شود ایمان آورید طوری که این مردم
یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده اند میگویند آیا ما ایمان آوریم طوری که این بیخردان ایمان آورده اند؟ آگاه باشید به تحقیق که ایشانند بیخرد اما نمیدانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و هنگامی که با مؤمنان ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با شیطانهای خود تنها شوند می گویند ما اصلا با شما هستیم، ما صرف مسلمانان را تمسخر می کنیم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. خداوند به ایشان جزای استهزایشان را می دهد و ایشان را در سرکشیشان مهلت می دهد تا سرگردان بمانند. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت خریده اند، پس تجارتشان سود نکرد و ایشان رهیاب نیستند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال ایشان مثال کسی است که آتش افروخت، پس چون آن آتش اطراف او را روشن کرد، خداوند روشنی ایشان را میبرد و آنها را در تاریکی مطلق میگذارد که چیزی را نبینند. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کرند، گنگند و کورند، بنابراین ایشان به راه بر نمیگردند. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثال آنها همانند ابری مملو از باران است از آسمان که در آن تاریکی ها رعد و برق باشد. آنها سر انگشتان خود را از ترس مرگ به گوشهای خود می نهند تا آواز صاعقه را نشنوند و خداوند همواره بر کافران احاطه دارد. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمان یعنی قوه دیدشان را برباید. هر باری که روشنایی به ایشان بتابد در آن راه می روند و هنگامی که تاریکی بر ایشان چیره شود استاده می شوند. و اگر خداوند می خواست بدون شک شنوایی و چشمان یعنی بیناییشان را می برد. حقا که خداوند بر همه چیز تواناست. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم، پروردگار خویش را بپرستید، آنکه شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا باشد که پرهیزگار شوید. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آن که برای شما روی زمین را بساطی و آسمان را همچون سقفی ساخت
و آب را از آسمان فرود آورد، به وسیله آن میوه ها را برای روزی شما برآورد. پس در حالی که حقیقت را می دانید با خداوند همتایانی نیاورید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و اگر شما از چیزی که ما وقتاً فوقتاً به بنده خود فرستاده ایم در شک هستید، پس سوره مثل آن را بیاورید. و اگر راست میگویید شاهدان یعنی مددگاران خود را به غیر از خدا بخواهید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اما اگر این کار را نکردید و هرگز کرده نمیتوانید، پس از آتشی بترسید که درگیران یعنی آتشگیره آن مردمان و سنگها اند که برای کافران آماده شده است. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. و به کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو می کنند بشارت دی که واقعا آنها را بهشت‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. هر باری که از میوه‌های آن روزی داده می‌شوند میگویند این همان است که برای ما پیش از این روزی داده شده بود و برایشان چیزهای همانند آورده می‌شود و ایشان را در آنجا همسران پاکیزه است و ایشان در آن جاودانند. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. خداوند هرگز از این شرمگین نمی شود که مثل بزند به هر گونه‌ای که باشد، خواه این مثال پشه‌ای باشد یا از آن در کوچکی بالاتر. پس آنهایی که ایمان آورده اند می دانند که واقعا این مثال حق است از جانب پروردگارشان. اما کسانی که کافر شدند شک کنان می گویند خداوند به این مثال چی چیز را اراده کرده است؟ با این مثال بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را رهیاب می گرداند و با این مثال گمراه نمی کند مگر فاسقان را. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خداوند را بعد از استواری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند و اتصال آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می کنند، ایشان همین ها اند زیانکار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. چگونه از خدا انکار می کنید در حالی که زنده نبودید، پس او شما را زنده گردانید و باز شما را می میراند و باری دیگر شما را زنده می گرداند و باز به سوی او بازگشت می نمایید.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. او ذاتی است که برای شما هر آنچه را در زمین است بیافرید، سپس قصد آسمان کرد و آنها را به 7 آسمان نظم و کمال بخشید و او به همه چیز داناست. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بیادار که چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه را می آفرینم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن خلیفه می گردانی که در آن فساد می کند و خون می ریزد؟ در حالی که ما تسبیح و ستایش تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می نماییم. خدا گفت حقا من می دانم آنچه را که شما نمی دانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خداوند برای آدم اسما یعنی اسرار اشیا را آموخت. باز آن اشیا را به فرشتگان پیش کرد و گفت اگر شما راستگو هستید پس نام این چیزها را به من بگویید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آنها گفتند پاکی تو، ما را هیچ علمی نیست مگر آنچه تو به ما آموختی، براستی که تو و تنها تو دانا و حکیمی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خداوند گفت ای آدم فرشتگان را از نامها یعنی اسرار اشیا آگاه گردان. هنگامی که آدم نامهای آنها یعنی اسرار را گفت خداوند فرمود آیا من به شما نگفته بودم که من و تنها من به اسرار آسمانها و زمین آگاهم و آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که شما پنهان می دارید می دانم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. و بیادار چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، ایشان به آدم سجده کردند جز ابلیس. او از امر خداوند ابا ورزید و تکبر کرد و از جمله کافران بود. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت بسر برید و از نعمتهای فراوان آنجا هرچی که بخواهید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگاران خواهید شد. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر
ومتاع إلى حين. سپس شیطان آنها را از آنجا لغزاند و ایشان را از آنچه یعنی خوشنودی که در آن بودند بیرون کرد. گفتیم فرود آیید، در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگری خیش خواهید بود و برای شما تا مدتی بر زمین جای سکونت و وسایل زندگی فراهم می باشد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت و پروردگارش توبه او را پذیرفت. به تحقیق که او توبه پذیر مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همه شما از اینجا فرود آیید، پس هرگاه از طرف من به شما هدایت آمد، کسانی که هدایت ما را پیروی کنند برایشان خوفی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما کسانی که کافر شده اند و آیات ما را تکذیب کرده اند ایشان از اهل آتش می باشند و در آنجا جاودانه به سر می برند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بنی اسرائیل، بیاد دارید از آن نعمت‌هایی را که بر شما ارزانی کردم و به پیمانی که به من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید، در حالی که این کتاب تصدیق کننده همان کتابی است که با شما می باشد و شما نخستین انکار کنندگان آن نباشید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز مفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حق را با باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که میفهمید. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نماز را با تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع نمایید، یعنی نماز را به جماعت بگذارید. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیا مردم را به نیکوکاری امر می کنید و خود را فراموش می دارید در حالی که کتاب را می خوانید؟ آیا درک نمی کنید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و به شکیبایی و نماز یاری خداوند را بجویید و این واقعا گران است مگر بر فروتنان. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آنانی که باور دارند که با پروردگار خود ملاقی می شوند و یقینا ایشان به سوی او باز می گردند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، آن نعمت‌هایی را که من به شما ارزانی کردم یاد دارید و نیز به یاد دارید که من شما را بر همه جهانیان برتری دادم.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که هیچ کس از هیچ کسی دیگر عذاب را دفع نمی کند و نی برای آن شفاعت قبول می شود و نی از آن عوضی پذیرفته می شود و نی هم به ایشان یاری داده می شود. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظیم. بیاد دارید وقتی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم ایشان به شما عذابهای شدیدی می رساندند، پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن برای شما آزمایش بزرگی بود از طرف پروردگار شما. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و بیاد دارید وقتی را که برای شما دریا را شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که شما مشاهده می کردید غرق کردیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و بیاد دارید وقتی را که برای موسی 40 شب مقرر کردیم و شما در غیاب او گوساله را خدا گرفتید در حالی که شما به این عمل خود ستمگار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد از آن شما را عفو کردیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و بیاد دارید وقتی را که به موسی کتاب و فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل را دادیم تا باشد که رهیاب گردید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و بیاد دارید وقتی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، به تحقیق شما به خود ستم کردید به این که گوساله را با خدایی گرفتید، پس به سوی آفریدگار خیش برگردید و پس خود را بکشید. این کار برای شما بهتر است در نزد آفریننده شما. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت، حقا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. و بیاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی تا خداوند را آشکار نبینیم به تو هرگز ایمان نمی آوریم، پس شما را صاعقه گرفت در حالی که می دیدید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانیدیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و ابر را بر شما سایبان ساختیم و بر شما من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید
به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم میکردند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به یاد دارید وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و به دروازه با فروتنی درآیید و بگویید خدایا گناهان ما را بیامرز. در حالتی درآیید که در کردار و گفتار خود خاشع و متواضع باشید تا خطاهای شما را بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بسیار سازیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمگاران آن کلمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند. بنابراین ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب می شدند عذاب را از آسمان فرو فرستادیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. و به یاد دارید وقتی را که موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم عصای خود را به سنگ بزن و بیدرنگ از آن 12 چشمه جوشید. هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت. از روزی که خداوند به شما ارزانی کرده است بخورید و بنوشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و به یاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی ما هرگز برای همیشه به یک نوع غذا صبر نمی کنیم، پس برای ما از پروردگار خود بخواه که به ما از چیزی بدهد که زمین می رویاند، از سبزیجات آن، تره و بادرنگ آن، سیر، گندم آن، عدس آن و پیاز آن. موسی گفت آیا چیز بهتر را به چیز پس تبدیل می کنید؟ به شهر فرود آیید، حقا که برای شما هر آنچه را خواسته باشید موجود است. و بر ایشان مهر خواری و ناداری زده شد و به قهر خداوند بازگشتند. این خواری و ذلت به سبب آن بود که از آیات خداوند انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند. این سببی بود که ایشان عصیان می کردند و تجاوزکار بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به تحقیق آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهود شدند و نصارا و سابیها، هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کاری نیکو کند مزدشان به نزد پروردگارشان است. نه بر ایشان ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و به یاد دارید وقتی را که از شما پیمان استوار گرفتیم و بر بالای سر شما کوه طور را بلند کردیم، گفتیم چیزی را که به شما داده ایم یعنی تورات را محکم بگیرید و آنچه را در آن است همواره یاد دارید تا باشد که از خدا بترسید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. بعد از این پیمان رو گردانیدید و اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود بدون شک در جمله زیانکاران می بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و حقا که شما در بین خود کسانی را شناختید که در روز شنبه تجاوز کردند، ایشان را گفتیم به شکل بوزینه ذلیل شده درآیید. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. و به این ترتیب آن واقعه را مایه عبرتی برای معاصرین و اخلافشان گردانیدیم و نیز پندی برای آنانی که از خدا می ترسند. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. و به یاد دارید وقتی را که موسی به قوم خود گفت حقا که خدا به شما امر می کند تا گاوی را ذبح کنید، آنها گفتند ما را به مسخره می گیری؟ گفت به خداوند پناه می برم از این که از جمله جاهلان باشم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از پروردگار خود بخواه به ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گفت خداوند می فرماید این گاو است نه پیر یعنی از کار افتاده و نه جوان یعنی نارسیده، بلکه میانه بین این دو، پس آنچه را به آن مأمور شده اید بجارید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا بیان کند که آن گاو چی رنگی دارد. گفت خداوند میگوید بیشک آن گاوی است زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گاو بر ما مبهم شده است، اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا رهیاب خواهیم شد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت خداوند میگوید به تحقیق آن گاوی است که نی مهنت قلبه زمین و نی آبیاری کشت را کشیده است، سالم است و بی داغ و لکه. گفتند اکنون سخن راست را آوردی. سپس ایشان آن گاو را ذبح کردند و نزدیک نبودند که آن گاو را ذبح نمایند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا
والله مخرج ما كنتم تكتمون. و بیاد دارید وقتی را که شخصی را کشتید و در مورد آن جنایت در بین خود به نزاع افتادید، اما خداوند آشکار کننده است آنچه را شما پنهان می کردید. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. پس گفتیم آن جسد را با پاره از آن گاو بزنید، این چنین خداوند مردگان را زنده می کند و به شما آیات خود را نشان می دهد تا باشد که شما درک کنید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پس از آن باز دلهای شما سخت شد به درجه سنگ یا از آن هم سخت‌تر. بعضی از سنگ‌ها هستند که از آنها جوی‌ها جاری می شود و برخی از سنگ‌ها هستند که شق می شوند و از آنها آب می براید و هم سنگ‌های اند که از خشم خداوند فرو می غلطند و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانان، آیا توقع دارید که ایشان به آیین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آن که حقانیت آن را درک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات می کنند می گویند ایمان آوردیم، اما وقتی که با یکدیگر در خلوت می بینند می گویند آیا به ایشان چیزی را می گویید که خداوند با شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب وسیله آن با شما با حضور پروردگار شما مناظره کنند؟ آیا شما به نتیجه این کار پی نمی برید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا آنها نمی‌دانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار می‌دارند خداوند می‌داند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. و برخی از ایشان مردم امی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمی‌دانند و جز گمان به چیزی دیگری متکی نیستند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و باز می گویند این از جانب خداوند است تا بدین ترتیب به عوض آن بهای ناچیز به دست آورند. پس وای بر ایشان در برابر آنچه دستهایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آنچه از این عمل خود کسب می کنند. وقالوا لن
تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند به تحقیق که ما را آتش دوزخ جز چند روز محدودی تماس نمی کند. به ایشان بگوی آیا از نزد خداوند پیمانی گرفته اید که خداوند هرگز پیمان خود را نقض نمی کند؟ این که درباره خداوند چیزی را میگویید که نمیدانید؟ بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نخیر، آنانی که گناهی را مرتکب شده اند و آنها را گناهشان احاطه کرده است، پس همین هایند دوزخی، ایشان در آنجا همیشه میمانند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و آنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند، همین هایند بهشتی، ایشان در آنجا جاودانه به سر میبرند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون. و به یاد آورید وقتی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خداوند چیزی دیگری را نپرستید، با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان رفتاری نیکو ورزید، با مردم به نیکویی حرف زنید، نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید. سپس همه شما جز عده کمی به گونه اعراض از آن رو گردانیدید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. و به یاد آورید وقتی را که پیمان استوار شما را گرفتیم که خونهای خیش را نریزید و یکدیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کردید و بر آن گواه بودید. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. باز این شما هستید که یکدیگر خود را میکشید، گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید میکنید، به ضد ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یکدیگر میشوید و اگر ایشان به قسم اسیر به شما میآیند فدیه ایشان را میدهید.
در حالی که تعبید ایشان به ذات خود بر شما حرام گردیده بود. پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان می آورید و از قسمت دیگری انکار می کنید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به شدیدترین عذاب در آخرت چیزی دیگری نیست و خداوند از کردار شما غافل نمی باشد. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آنها کسانی اند که زندگی این دنیا را به بدل آخرت خریدند، بنابراین از عذابشان تخفیف دادن نمی شود و نه هم ایشان کمک می شوند. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حقا که به موسی کتاب را دادیم و به تعقیب او پیامبران را فرستادیم، به عیسی پسر مریم معجزات روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید کردیم. آیا هرگاه رسول نزد شما با چیز آمد که مخالف هوای نفس شما بود در برابر او تکبر کردید، بعضی را تکذیب نمودید و بعضی را میکشید؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. ایشان میگویند دلهای ما در غلاف است. نه خیر، بلکه به سبب کفرشان خداوند بر آنها لعنت کرده است، پس تعداد اندکی از ایشان ایمان می آورند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هنگامی که به ایشان از جانب خداوند کتاب آمد، کتابی که تصدیق دهنده چیزی بود که در نزد ایشان می باشد، یعنی تصدیق دهنده تورات بود، از آن انکار ورزیدند و از پیش آن را وسیله پیروزی خیش بر کافران یعنی مشرکان می پنداشتند. پس وقتی که به ایشان چیزی آمد که آن را می شناختند و باید به آن اعتراف می کردند، از آن انکار کردند. پس لعنت خداست بر کافران. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب مهین. چی بد است چیزی که به آن نفسهای خود را فروخته اند. این که به آنچه خدا فرستاده است کافر شدند، از روی حسادت بر این که خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد وحی نازل می گرداند. پس خشمی بالای خشمی دیگر آنها را فرو گرفت و برای کافران عذابی رسوا کننده است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قبل إن كنتم مؤمنین. چون به ایشان گفته شود به آنچه خداوند فرو فرستاده است ایمان آورید،
میگویند ما به چیزی ایمان می آوریم که برای ما فرستاده شده است و ماورای آن را رد می کنند، در حالی که همان چیز حق است و تصدیق کننده کتابی است که به ایشان آمده است. بگو اگر واقعا ایمان دارید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واقعا که موسی به شما معجزه های را آورد، ولی بعد از آن که وی به کوه تور رفت گوساله را به خدایی گرفتید و شما ستمگارید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. و بیاد دارید که از شما پیمان استواری گرفتیم و کوه تور را بالای شما قرار دادیم و گفتیم آنچه را به شما داده این محکم بگیرید و بشنوید. گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و محبت گوساله به دلشان آمیخته شد به سبب کفرشان. بگو بد است چیزی که شما را ایمان شما به آن امر می کند اگر مؤمن هستید. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر سرای آخرت نزد خداوند تنها از آن شماست، نی برای کسی دیگر، و اگر در این ادعای خود صادق هستید پس مرگ را آرزو کنید. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اما ایشان به سبب آنچه دستهایشان از پیش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد و خداوند ستمگاران را خوب میشناسد. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تو ایشان را واقعا به زندگی دنیا حریص‌ترین مردم میابی و حریص‌تر حتی از کسانی که شرک آورده اند. هر یک از ایشان آرزو دارد که ای کاش به وی عمر 1000 سال داده شود، ولی دادن چنین عمر هم او را از عذاب آتش دوزخ نجات دهنده نیست و خداوند به چیزهایی که آنها میکنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو هر آن که دشمن جبرائیل باشد پس به تحقیق هم اوست که وحی را به حکم خداوند به دل تو نازل گردانید، در حالی که آن وحی تصدیق کننده کلامی است که قبل از آمدن وحی به تو نازل شده بود و رهنما و بشارت دهنده است برای مؤمنان. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر آن که دشمن خداوند، فرشتگان، پیامبران خداوند، جبرائیل و میکائیل باشد کافر است، پس بیشک خداوند دشمن کافران می باشد. ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و به تحقیق به تو آیه های روشنی را فرو فرستادیم و جز مردم فاسق هیچ کس از آن انکار نمی کند.
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آیا این طور نیست هر باری که پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را به دور افکندند؟ واقعیت امر این است که اکثر ایشان ایمان نمی‌آورند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و هرگاه به ایشان از جانب خداوند پیامبری به حیث تصدیق کننده چیزی که با خودشان است آمد، گروهی از آنها که برای ایشان کتاب داده شده است کتاب خداوند را پشت سر انداختند گویی که به آن پی نمیبرند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. و ایشان از چیزی پیروی کردند که آن را در عهد پادشاهی سلیمان شیطانها می‌خواندند. سلیمان هرگز کافر نشد، بلکه این شیطانها بودند که کفر را اختیار کردند. به مردم جادو می آموختند و نی چیزهای را که در بابل بر فرشتگان هاروت و ماروت فرود آورده شد. این دو فرشته هیچ کس را چیزی نمی آموختند مگر آن که می گفتند ما صرف برای آزمایش هستیم، پس مرتکب کفر مشو. مردم از این دو فرشته چیزهای را می آموختند که با بکار بردن آنها میان شوهر و زنش جدایی می افگندند. اما با این کار خود تا خدا نمی خواست به هیچ کس ضرر رسانیدن نمی توانستند و ایشان چیزی را می آموختند که برایشان ضرر می رسانید و سود بار نمی آورد و آنها واقعا خوب می دانستند کسی که جادو را برگزید از آخرت بهره ندارد و چی بد بود چیزی که خود را به آن فروختند اگر می دانستند. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر ایشان ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند حقا که پاداششان نزد خداوند بهتر می بود اگر می دانستند. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای مؤمنان، با پیامبر راعینا مگویید بلکه انظرنا بگویید، یعنی پیامبر را به الفاظ خطاب نکنید که از آن تعبیر اهانت آمیز شود و به گفته او گوش بدهید. کافران را عذاب دردناک است. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نه آنانی که از جمله اهل کتاب کافر شده اند و نه مشرکان هیچ کدامشان نمیخواهند که از پروردگار شما بر شما چیزی از نیکویی نازل شود، اما خداوند هر کی را بخواهد به رحمت خاص خیش اختصاص میدهد
و خداوند صاحب فضل بزرگ است. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما اگر وحی را نسخ کنیم یا آن را به فراموشی بسپاریم، سپس بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم. آیا نمی‌دانی که خداوند بر همه چیز قدرت دارد؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمی‌دانی که پادشاهی آسمان‌ها و زمین از آن خداوند است؟ جز خدا شما را نی کارسازی است و نی هم یاری دهنده. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می خواهید از پیامبر خود همان گونه سوال کنید که از موسی قبلا سوال شده بود؟ و هر کسی که ایمان را به کفر بدل نماید بدون شک راه راست را گم کرده است. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بسا از اهل کتاب آرزو می کنند اگر شما را بعد از ایمان آوردن شما به کفر برگردانند و این از حسدی است که بعد از روشن شدن حق به ایشان از نفسهایشان نشأت کرده است. پس ایشان را عفو نمایید و گذشت کنید تا خداوند فرمان خود را اجرا کند. حقا که خداوند بر همه چیزها قدرت دارد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. و نماز را به تمام و کمال برپا دارید و به ادای زکات بپردازید. هر نیکویی را که شما به خویشتن از پیش بفرستید مزد آن را نزد خداوند باز میابید. به تحقیق که خداوند به آنچه میکنید بیناست. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و گفتند هیچ کسی تا یهود و نصارا نباشد به بهشت راه نمی‌یابد. این آرزوهای باطلشان است. برایشان بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نخیر، هر کسی که خود را به خدا تسلیم کند در حالی که نیکوکار باشد مزد خود را نزد پروردگارش می‌یابد. نه ایشان را ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهودیان گفتند نصرانیان بر چیزی نیستند و نصرانیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند، حال آنکه ایشان کتاب آسمانی را میخوانند. کسانی که نمیدانند یعنی مشرکان نیز مانند سخن ایشان گفتند
ولی خداوند در بین آنها در مورد آنچه بر آن منازعه دارند در روز قیامت قضاوت می کند. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. و کیست بیدادگرتر از کسی که منع کرد از اینکه در مساجد نام خداوند گرفته شود و در خراب کردن مساجد کوشید. ایشان حق آن را نداشتند و ندارند که جز با ترس به مساجد داخل شوند. برای آنها در دنیا رسوایی است و در آخرت عذابی بزرگ است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مشرق و مغرب از آن خداست. به هر سوی که رو آرید همانجا حضور خداست. به تحقیق که خداوند گشایشگر و داناست. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. گفتند خداوند برای خود پسری گرفت. منزه است او. حقیقت این است که هر چی در آسمان ها و زمین است از آن او می باشد و همه چیز به او فرمان بردار هستند. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ایجادگر آسمان ها و زمین است و هرگاه او به چیزی دستور دهد پس بیگمان به آن میگوید شو و آن چیز فوراً می شود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آنانی که علم ندارند میگویند چرا خداوند با ما سخن نمیگوید یا چرا به ما نشانه ای نمی آید. همانند این چیزها را کسانی میگفتند که پیش از ایشان بوده اند. مثل گفته ایشان دلهای آنها مشابه است. ما بدون شک نشانه های خود را برای قومی که یقین دارند بیان کردیم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بیشک ما تو را به حق به حیث مژده آور و بیم دهنده فرستاده ایم و از تو در مورد اهل دوزخ سوال نمی شود. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شوند تا تو از دین ایشان پیروی کنی و ایشان بگو حقا رهنمایی تنها همان رهنمایی خداوند است. هرگاه بعد از آن که به تو آگاهی حاصل شد اگر از آرزوهای ایشان پیروی کنی در آن صورت برای تو در برابر عذاب خداوند نی کارسازی خواهد بود و نی هم مددگاری. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آنانی که به ایشان کتاب را داده ایم و حق تلاوت آن را ادا می کنند همانهایند کسانی که به آن ایمان دارند
اما کسانی که از آن انکار ورزند همانهایند زیانکار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، از آن نعمتی که به شما ارزانی کردم به یاد آرید و از این نیز که من شما را بر همه جهانیان برگزیدم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. و از آن روزی بترسید که هیچ کسی از کسی دیگر چیزی یعنی عذاب را دفع نمی کند و نی از او عوض قبول خواهد شد و نی به او شفاعت سودی می نماید و نی هم ایشان یاری داده می شوند. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمین. بیادار وقتی را که ابراهیم را پروردگارش به سخن چند آزمود که وی آن را انجام داد. خداوند گفت حقا که من تو را برای مردم پیشوا میگردانم. ابراهیم گفت و از دودمان من نیست. خداوند گفت عهد من به ستمگاران نمیرسد. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و بیادارید وقتی را که ما خانه کعبه را برای مردم مرجعی و جای امنی گردانیدیم و گفتیم از مقام ابراهیم نمازگاهی بگیرید و با ابراهیم و اسماعیل قرار گذاشتیم تا خانه مرا برای طواف کنندگان، اعتکاف کنندگان، رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک سازند. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. و بیادارید وقتی را که ابراهیم گفت پروردگار من اینجا را یک شهر امن بگردان و مردم آن را از میوه ها روزی بده. آن عده از ایشان را که با خداوند و روز رستاخیز ایمان دارند. خداوند گفت بلی، کسی را که کافر می شود برای مدت کوتاه او را بهره‌مند می سازم و سپس او را به عذاب آتش می کشانم و چی بد جایست دوزخ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و بیادارید وقتی را که ابراهیم و اسماعیل تهداب خانه کعبه را به این دعا بلند کردند: پروردگار ما این خدمت را از ما بپذیر، به تحقیق که تو تنها توی شنوا و دانا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار ما را فرمان بردار خود بگردان و از دودمان ما نیز امتی بیافرین مسلمان که تسلیم فرمان تو باشند. مناسک ما را به ما نشان بدی، توبه ما را بپذیر، حقا که تو و تنها توی توبه پذیر مهربان.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگار ما، در میان ایشان پیامبر را از بین خودشان مبعوث بفرما که آیات تو را به ایشان بخواند و به ایشان کتاب و حکمت بیاموزد و ایشان را پاک گرداند، به تحقیق که تو صاحب قدرت منعی و با حکمتی. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و کیست آن که از کیش ابراهیم رو بگرداند مگر شخص سفیهی که خود را نشناسد. حقا که ما ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و به تحقیق که او در روز رستاخیز از صالحان است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. و بیاد دارید وقتی را که پروردگارش به او گفت تسلیم شو، گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراهیم فرزندان خود را با این وصیت کرد و یعقوب نیز عین وصیت را نمود. ای پسران من، حقا که خداوند دین اسلام را برای شما برگزید، پس نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا شما در وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید چون به فرزندان خود گفت بعد از من چی چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را می پرستیم، خدای یکتا را، و ما به او تسلیم هستیم. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امتی بودند که بیگمان گذشتند، هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب کردید از آن شماست و شما از اعمال ایشان مورد سؤال قرار نمیگیرید. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. و اهل کتاب گفتند یهود یا نصرانی باشید تا رهیاب شوید. برایشان بگو نخیر، بلکه آیین خالص و پاک ابراهیم را پیروی میکنیم و او از مشرکان نبود. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگویید ما به خداوند و آنچه به ما و به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب
و دودمان او وحی شده ایمان داریم و آنچه به موسی و عیسی داده شد و آنچه به همه پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است. ما در میان هیچ یک از ایشان تفریق نمی کنیم و ما به خداوند تسلیم هستیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر ایشان به مانند آنچه شما به آن باور دارید ایمان آورند پس ایشان واقعا رهیاب شده اند. اگر سرپیچی کنند پس ایشان واقعا در شقاق یعنی از حق جدا شده اند. و زود باشد که خداوند شر ایشان را از تو باز دارد و اوست شنوای دانا. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. رنگ خدایی و کیست که از خدا رنگ بهتر داده بتواند و ما تنها او را عبادت می کنیم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. بگو آیا شما در شان خداوند با ما منازعه می کنید در حالی که او پروردگار ما و پروردگار شماست و ما مسئول کردار خود هستیم و شما هم مسئول کردار خود و ما به او مخلصیم. ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا میگویید که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و دودمان او یهود یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر میدانید یا خدا؟ کیست ستمگارتر از کسی که شهادتی را پنهان می کند که از جانب خداوند نزد اوست و خداوند از آنچه می کنید بیخبر نیست؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها مردمی بودند که بیگمان گذشتند. هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب میکنید از آن شماست. شما از آنچه ایشان میکردند مورد سؤال قرار نمیگیرید. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بیخردان از مردم به زودی خواهند گفت ایشان را از قبله‌ای که بر آن بودند چی چیز بازگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست. هر کسی را که خواهد به راه راست رهیاب می سازد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن
الله بالناس لرؤوف رحیم. و بدین گونه شما را امت میانه ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. و ما آن قبله را که تو بر آن بودی مقرر نداشتیم مگر برای اینکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند از کسی که به عقب خیش برمیگردد متمایز سازیم، هرچند این کاری است بس دشوار، مگر بر کسانی که خداوند ایشان را رهیاب گردانیده است. و خداوند هرگز ایمان یعنی نمازهای شما را ضایع نمی گرداند. حقا که خداوند به مردم واقعا مهربان و بخشاینده است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ما دیدیم که تو با نگاه های انتظار آلود جانب آسمان روی میگردانی. اکنون واقعا ما روی تو را با همان قبله برمیگردانیم که به آن خوشنود شوی. پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و به هر جایی که بودید پس روی خود را به آن جانب بگردانید. واقعا کسانی که به ایشان کتاب داده شده خوب میدانند که این امر حق است از جانب پروردگارشان و خدا از آنچه ایشان میکنند هرگز غافل نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. واقعا اگر با اهل کتاب هر نشانه را بیاوری هرگز قبله تو را پیروی نمی کنند و نه هم تو از قبله ایشان پیروی می نمایی و نه بعضشان قبله بعضی دیگر را پیروی می کنند. واقعا بعد از این آگاهی که به تو حاصل شد اگر از هوای نفس ایشان پیروی نمایی در آن صورت تو یقینا از زمره ستمگارانی. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کسانی که به ایشان کتاب را دادیم او صلی الله علیه و سلم را طوری می شناسند که فرزندان خود را می شناسند و حقا که گروهی از ایشان آگاهانه حق را پنهان می کنند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این یعنی روی آوردن به سوی خانه کعبه حق است از جانب پروردگار تو، پس هرگز از زمره شک کنندگان مباش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هر کسی جهتی دارد که خداوند او را به سوی آن متوجه می سازد، پس در نیکوکاری از یکدیگر سبقت نمایید. هر جایی که باشید خداوند همه شما را باز می آورد، حقا که خداوند بر هر چیزی تواناست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك
وما الله بغافل عما تعملون. و از هر جایی که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و این واقعا حق است از جانب پروردگار تو و خدا از آنچه می کنید غافل نیست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. از هر جایی که بیرون شدی روی خود را جانب مسجد حرام بگردان و هر جا که باشید روی خود را به سوی آن بگردانید تا مردم دلیل بر ضد شما نداشته باشند جز ظالمان ایشان که از شما دست بردار نیستند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید و تا من نعمت خیش را بر شما تمام کنم و باشد که شما رهیاب شوید. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. همان گونه که در میان شما رسول از شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاکیزه میسازد، با شما کتاب و حکمت میآموزد و چیزی را که پیش از این نمیدانستید به شما میآموزد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم و مرا سپاس گذارید و ناسپاسی ننمایید. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ای مؤمنان از شکیبایی و نماز یاری جویید، حقا که خداوند با شکیبایان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مگویید، بلکه آنها زنده اند مگر شما درک نمی کنید. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. همانا ما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها می آزماییم و مژده بده شکیبایان را، آنانی که چون به ایشان مصیبت می رسد می گویند حقا که ما از خداییم و حقا که به سوی خدا باز می گردیم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. همین هایند که عنایات و مهربانی های پروردگارشان شامل حال آنها شده و همین هایند رهیاب. إن
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حقا که صفا و مروه از نشانه های خداست. پس کسی که خانه خدا را حج کند یا عمره به جا آرد بر او گناهی نیست که به گرد این دو طواف نماید و کسانی که از فرمان خدا به میل خودشان در انجام کارهای نیک اطاعت می ورزند پس حقا که خداوند در برابر عمل اوشان شکرگزار و به کارهایشان داناست. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. به تحقیق آنانی که نشانه های روشن و راهنمودهای را که فرستادیم کتمان می کنند بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان نمودیم همین هایند که ایشان را خدا و همه لعنت کنندگان مورد لعن قرار می دهند. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر کسانی که توبه کردند به اصلاح اعمال خیش پرداختند و حقیقت را بیان کردند همین هایند که توبه ایشان را میپذیرم و منم آن توبه پذیر مهربان. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. آنانی که کافر شده اند و در حال کفر مردند ایشان مورد لعنت خدا، فرشتگان و همه مردم قرار می گیرند. در آن یعنی عذاب همیشه به سر می برند. از ایشان عذاب تخفیف نمی یابد و نی هم به ایشان مهلت داده می شود. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و خدای شما خدای یگان است، جز او هیچ معبودی نیست، بخشاینده مهربان است. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. به تحقیق که در آفرینش آسمان ها و زمین، اختلاف شب و روز و در کشتی هایی که در بحر به سود مردم آمد و شد می کنند
در بارانی که خداوند آن را از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از آن که مرده بود زنده گردانیده و جانداران را در روی زمین به هر سو گسترده ساخته است. همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در بین آسمان و زمین رام شونده اند، یعنی مسیر خیش را می پیمایند، در هر یک از آنها یقینا نشانه هایی است به وجود خدا و یگانگی او برای مردمی که عقل دارند. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. با این هم هستند مردمی که بغیر از خدای برحق معبودان دیگری را به پرستش می گیرند. ایشان را طور دوست می دارند که باید خدا را دوست داشته باشند. اما آنانی که به خدا ایمان دارند محبتشان به خدا نسبت به محبت مشرکان در برابر معبودانشان شدیدتر است. ستمگاران هنگامی که عذاب خدا را ببینند به این حقیقت پی میبرند که همه نیروها تنها از آن خداست و بیشک خداوند سخت عذاب کننده است. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. در این حالت است که پیشوایان از پیروان خود بیزاری می جویند، عذاب را می بینند و همه وسایل از ایشان قطع می شود. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. در این حال پیروان میگویند ای کاش به ما فرصتی دیگر داده میشد تا ما هم از ایشان بیزاری میجستیم همچنانی که ایشان از ما بیزاری جستند. آری بدین ترتیب خداوند اعمالشان را به آنها برای حسرت خوردنشان می نمایاند و ایشان از آتش دوزخ بیرون شدن نمی توانند. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مردم، از آنچه در روی زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او برای شما دشمن آشکار است. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. به تحقیق که شیطان شما را به کارهای بد و ننگین فرا می‌خواند و به این که با خدا چیزی را نسبت دهید که نمی‌دانید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. و چون به مشرکان گفته شود از آنچه خدا نازل گردانیده پیروی کنید، میگویند نه خیر، ما از روش پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم. آیا این چنین نیست که پدرانشان چیزی را نمیفهمیدند و هدایت نیافته بودند؟
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثال تو در دعوت کافران بسان کسی است که حیوانات را برای نجات از خطر صدا می زند، ولی آنها چیز جز صدا و آواز نمی شنود. ایشان در حقیقت کر، گنگ و نابینایند و چیزی نمی فهمند. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که برای شما روزی گردانیده ایم بخورید و خدا را سپاس گذارید اگر خاص او را پرستش می کنید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. خداوند تنها بر شما گوشت خود مرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه را در هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. چون کسی ناچار شد در صورتی که از حد نگذرد و تجاوز نکند، پس در خوردن آن گناهی به وی عاید نمی شود. همان خداوند آمرزگاری مهربان است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که آنچه را از کتاب خدا نازل گردیده می پوشانند و آن را به بهای ناچیز می فروشند، ایشان جز آتش چیزی دیگر در شکمهای خود نمی خورند. خداوند در روز قیامت با ایشان سخن نمی زند، ایشان را تزکیه نمی کند و برایشان عذابی است دردناک. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریده اند. پس چی چیزی ایشان را بر آتش دوزخ اینقدر صبور ساخته است؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید. این تباهیشان از سببی است که خداوند این کتاب را به حق فرستاده است و کسانی که در کتاب اختلاف ورزیدند در نهایت پراگندگی یعنی بدبختی قرار دارند. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی تنها این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید، مگر نیکی واقعی از آن کسانی است که با خدا، روز جزا، فرشتگان، کتاب و پیامبران ایمان آورده اند. مال خود را با وجود محبت به آن به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و ماندگان در راه، سائلان و برای رهایی بردگان پرداختند. نماز را به تمام و کمال ادا کردند، زکات را پرداختند و کسانی که چون پیمانی بستند به عهد خیش وفا کردند و در برابر سختی ها و بیماری ها و در هنگام کارزار از خود شکیبایی نشان دادند. همین هایند که راست گفتند و همین هایند پرهیزگار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای مؤمنان، بر شما قصاص در کشتگان فرض شده است. آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن. اگر کسی از طرف برادر دینی خود به چیز مورد عفو قرار گیرد، پس باید این کار به شیوه پسندیده پیگیری شود، یعنی حال دیت دهنده در نظر گرفته شود و قاتل نیز به توجه شایسته این پول را بپردازد. این تخفیف است از جانب پروردگار شما و مرحمتی. اگر کسی بعد از این به تجاوز پرداخت، پس برایش عذابی است دردناک. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. و برای شما در قصاص زندگی است ای مردم خردمند، تا باشد که از عواقب کشتارهای ناحق خیش بترسید. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر از خود دارایی گذاشته باشد، بر شما فرض است که برای پدر، مادر و وابستگان خود به شیوه پسندیده وصیت کنید. این کار حقی است بر پرهیزگاران. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمیع علیم. چون کسی وصیت را بعد از آن که شنید تغییر داد، پس بیگمان گناه آن بر کسانی است که آن را تغییر داده اند. حقا که خداوند شنوا و داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه این الله غفور رحیم. چون کسی در مورد وصیت کننده بیم جانبداری یا گناهی را داشت
و به این سبب در صدد اصلاح بین ایشان برآمد، پس بر وی گناهی نیست، حقا که خداوند آمرزگار مهربان است. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مؤمنان، روزه بر شما فرض شده، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردیده بود، تا باشد که شما پرهیزگار شوید. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزه چند روزی شمرده شده است. چون کسی از شما مریض یا به سفر باشد، پس روزی چند از روزهای دیگر را به عوض آن روزهایی که خورده است روزه بگیرد. برای آنانی که توان روزه گرفتن را ندارند، به عوض هر روز روزه فدیه است به غذا دادن یک مسکین. اگر کسی به گونه رضاکارانه فدیه بیشتر بدهد، این برایش بهتر است، و اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است اگر بدانید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتی برای مردم و دلایل روشنی از هدایت و فرقگذار بین حق و باطل. چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد آن را روزه بگیرد، و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد، پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد، و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید. و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است، او را به بزرگی یاد کنید تا باشد که شما سپاسگزار شوید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند، من یقینا به ایشان نزدیکم. چون دعا کننده مرا بخواند، دعایش را اجابت می کنم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید به من ایمان آورند تا باشد که به راه راست راهنمون شوند. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در شبهای روزه برای شما آمیزش جنسی با زنان شما حلال است. ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانید. خداوند می‌دانست که شما با خود خیانت می‌کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون می‌توانید با ایشان آمیزش کنید و آنچه را که خداوند نصیب شما گردانیده طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا هنگامی که رشته سفید صبح از رشته سیاه شب جدا شود. پس روزه خود را تا به شب تمام کنید، یعنی دوام دهید. در حالی که شما در مساجد معتکف هستید با زنان خویش آمیزش جنسی ننمایید. این حدود است که خداوند آن را وضع کرده است، پس به آن نزدیک مشوید. خداوند این چنین آیه های خود را به مردم بیان می کند تا باشد که پرهیزگار شوند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مالهای خود را در بین خیش به ناحق مخورید، به طوری که آن را به حاکمان رشوت بدهید و بدین وسیله قسمتی از مال مردم را به ناحق بخورید، در حالی که شما می‌دانید. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. از تو در مورد ماه‌های نو می‌پرسند. بگو اینها برای وقت شناسی مردم و تشخیص وقت حج است. نیکویی این نیست که با خانه‌ها از عقب آن درآیید، ولی نیکویی از آن کسی است که پرهیزگاری پیشه کند و با خانه‌ها از دروازه‌های آن درآیید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. و در راه خدا با آنهایی بجنگید که با شما مقاتله می کنند، ولی از حد مگذرید و حقا که خداوند از حد گذرندگان را دوست ندارد. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرین. مشرکان را در هر جایی که یافتید بکشید و از جایی که شما را بیرون کردند آنها را بیرون کنید و فتنه انگیزی یعنی شرک از قتل هم گناه بزرگتر است. و ایشان در نزد مسجد الحرام قتال مکنید مگر در حالی که با شما در آنجا مقاتله کنند. پس اگر ایشان در مسجد الحرام با شما مقاتله کردند شما هم ایشان را در آنجا بکشید. این چنین است پاداش کافران. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اما اگر ایشان از تجاوز دست بکشند پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. و با ایشان تا وقت جنگ کنید که فتنه باقی نماند و دین خاص از آن خدا گردد. اما اگر آنها از تجاوز دست بکشند پس مخاصمتی نیست مگر در برابر ستمگاران. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ماه حرام در برابر ماه حرام است، یعنی در ماه حرام هم می توانید حمله دشمن را جواب بالمثل بدهید. همه چیزهای حرام قابل قصاصند. پس چون کسی بر شما تجاوز کرد شما هم به مثل تجاوزی که او کرده بر وی تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که به تحقیق خدا با پرهیزگاران است. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. و از دارایی خود در راه خدا خرج کنید و خود را به دست خیش به تهلکه نیندازید و نیکی ورزید، حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب. حج و عمره را برای خدا تمام کنید. اگر محصور شدید یعنی بعد از احرام نسبت مانعی نتوانستید حج بجا آرید، پس به وسیله هدیی که میسر شود خود را از احرام خارج سازید و تا هدیه به محل آن برسد سر خیش را نتراشید. اگر کسی از شما مریض باشد یا از ناحیه سر خود ناراحتی احساس کند، یعنی که ناچار شود سر خود را بتراشد، پس برای جبران این عمل باید فدیه از قبیل روزه یا خیرات یا قربانی حیوانی ادا کند. و چون ایمن شدید یعنی از حصار نجات یافتید، کسانی که حج و عمره را با تمتع ادا کردند آنچه از هدیه که برای ایشان میسر است ذبح کنند. کسی که توان آن را نداشت تا هدیه ذبح کند 30 روز را در حج و 7 روز را چون به خانه های خود برگشتید روزه بگیرید که این مجموعاً 10 روز کامل می شود. این حکم برای کسی است که خانواده او در حوزه مسجد الحرام نباشد. از خدا بترسید و بدانید حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقت ادای حج ماه‌های معینی است. کسانی که ادای حج را در این ایام به عهده می‌گیرند پس نباید در حج با آمیزش جنسی یا صحبت درباره آن و گناه و جدال بپردازند. هر عمل نیکی را که انجام دهید به یقین بدانید خداوند آن را می‌داند. با خود توشه بگیرید. به تحقیق که بهترین توشه ها همان و تقواست. از من بترسید ای مردم هوشمند. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بر شما گناهی نیست که فضل پروردگار خیش را بجویید. چون از عرفات فرود آمدید در برابر مشعر الحرام خدا را بر زبان آرید و با همان گونه‌ای که به شما هدایت داده او را یاد کنید، هرچند پیش از این از جمله گمراهان بودید. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. بعد از آن از همان راهی یعنی از عرفات به سوی منا فرود آیید که سایر مردم فرود می آیند و از خدا آمرزش بخواهید. به تحقیق که خدا آمرزنده مهربان است. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. چون مناسک خیش را به جا آوردید خدا را یاد کنید با همان گونه‌ای که در دوره جاهلیت پدران خیش را یاد می کردید، بلکه از آن هم شدیدتر. و از مردم کسی هست که می گوید خدایا بهره ما را از دنیا بده و برای او از آخرت بهره نیست. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. از مردم کسی هست که میگوید ای پروردگار ما برای ما در دنیا خوبی بده و در آخرت خوبی بده و ما را از عذاب دوزخ وارهان. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب. همین هایند که از کسب خیش بهره اندوز می شوند و خداوند دارای حساب سریع است. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خداوند را در روزهای معین یاد کنید. کسی که شتاب کند تا در 2 روز رهسپار شود هم بر وی گناهی نیست و کسی که رفتن خیش را تأخیر کند نیز بر وی گناهی نیست برای کسانی که پرهیزگار باشند. از خدا بترسید و بدانید که شما حتما به سوی او حشر می شوید. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
از مردم کسی هست که گفته اش در مورد زندگی دنیا مایه اعجاب تو می گردد و بر آنچه در دل اوست خدا را گواه می گیرد، در حالی که او سرسخت‌ترین دشمنان است. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. و چون روی برگرداند، یعنی از پیش تو بیرون شد، می کوشد تا در زمین فساد کند و کشت و مواشی را تباه سازد، در حالی که خداوند فساد پیشگی را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس، غرور او را به گناهکاری می کشاند. برای او دوزخ کافی است و چی بد مسکنی است دوزخ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. از مردم کسی هست که خود را در برابر به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند بر بندگان خود مهربان است. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مؤمنان، در اسلام به تمام و کمال داخل شوید و از گامهای شیطان پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمن آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر بعد از آن همه نشانه های روشنی که به شما آمده است باز هم بلغزید، پس بدانید که خداوند صاحب قدرت منعم و با حکمت است. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا ایشان چشم براه آنند که خداوند و فرشتگان در سایه‌های از ابر پیششان بیایند؟ کار تمام شده است و همه امور به سوی خدا بازگردانیده می شود. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیة بینه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. از بنی اسرائیل بپرس چی نشانه های روشنی به ایشان دادیم و کسی که نعمت خدا را بعد از آن که به او رسیده تبدیل کند، یعنی از آن برای نادرستی کار گیرد، حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگانی دنیا برای کافران زیبا جلوه داده شده است و ایشان به مسلمانان تمسخر می کنند، ولی پرهیزگاران در روز قیامت در مقام بالاتر از ایشان قرار دارند و خداوند هر که را بخواهد روزی بیشمار می دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردم در آغاز امت واحد بودند. سپس خداوند پیامبران را به حیث مژده دهنده و بیم دهنده فرستاد و با ایشان کتاب را به حق نازل گردانید تا در مسائلی که مردم در آن اختلاف ورزیدند پیامبران در بین ایشان حکم کنند و تنها همان کسانی به اختلاف پرداختند که با ایشان کتاب داده شده بود. بعد از آن که به آنها نشانه های روشنی آمد این کار از روی سرکشی که در میانشان پدیدار گردید واقع شد. پس خداوند به اراده خود مؤمنان را در موارد اختلافشان به سوی حق هدایت نمود و خداوند کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. آیا پنداشتید که می توانید به بهشت داخل شوید بدون آنکه حالات پیشینیان شما به شما رسیده باشد؟ به ایشان سختی و رنج بسیار رسید و مضطرب شدند به حدی که پیامبر و مؤمنان همراه او گفتند پس یاری خدا چی وقت به سراغ ما می آید؟ و ایشان گفته شد آگاه باشید بدون شک یاری خداوند نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو می پرسند چی چیز را خیرات بدهند؟ بگو هر چیزی را که برای پدر، مادر، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه یعنی مسافران نفقه می کنید و هر خیر را که انجام می دهید حقا که خداوند به آن آگاه است. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهاد بر شما فرض شده است در حالی که با شما ناگوار است و ای بسا که چیزی را ناگوار پندارید که به خیر شما باشد و ای بسا که چیزی را دوست داشته باشید و به شر شما باشد و خداوند میداند و شما نمیدانید. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك
أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام میپرسند. بگو جنگ کردن در ماه حرام گناهی بزرگ است، ولی جلوگیری از راه خدا، انکار از خدا و بازداشت از مسجد حرام و بیرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از آن هم گناهی بزرگتر است و فتنه انگیزی یعنی شرک حتی از قتل هم گناهی بزرگتر است. ایشان با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما برگردانند و کسی از شما که از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، پس اعمال چنین مردم در دنیا و آخرت ضایع است. ایشان اهل دوزخند و در آن همیشه به سر میبرند. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. به تحقیق آنهایی که ایمان آوردند و آنهایی که در راه خدا هجرت و جهاد کردند، همینها امید رحمت خداوند را دارند و خداوند بخشاینده و مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. از تو درباره شراب و قمار میپرسند. بگو در آنها برای مردم گناه بزرگ و منفعت است و گناه آن از نفع آن بزرگتر است. از تو میپرسند چی چیز را خرج کنند، یعنی خیرات بدهند. بگو چیزی را که زاید بر ضرورت شما باشد خیرات کنید و به این ترتیب خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند تا باشد که شما فکر کنید درباره اثرات آن در دنیا و آخرت. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. از تو درباره یتیمان میپرسند. بگو اصلاح امورشان بهتر است اگر امور زندگیشان را با امور زندگی خود خلط کنید، پس آنها هم برادران شمایند و خداوند مفسد را از مصلح می شناسد و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت می اندازد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و زنان مشرک را تا وقتی که ایمان آورند نکاح نکنید. کنیز صاحب ایمان واقعا از زن آزاد مشرک بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. به مردان مشرک تا وقتی که ایمان آورند دختران خیش را به نکاح ندهید. غلام مسلمان واقعا از مشرک آزاد بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد.
این مشرکان شما را به سوی آتش فرا می‌خوانند و خداوند شما را به اراده خود به سوی بهشت و آمرزش فرا می‌خواند و برای مردم آیات خیش را بیان می‌کند تا باشد که ایشان پند بگیرند. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. از تو در مورد عادت ماهوار زنان میپرسند. بگو این حالت پلیدی و اذیتی است. بنابراین از زنان در وقت عادت ماهوارشان خود را دور بدارید و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید و چون پاک شدند می توانید در جایی که خداوند به شما دستور داده است به ایشان پیش شوید. به تحقیق که خداوند توبه‌کاران را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنان شما برای شما همچون کشتزارند. با کشتزار خود به هر کیفیتی که می خواهید بیایید، یعنی به هر کیفیتی که می خواهید با زن خیش عمل جنسی انجام دهید و برای خیش از پیش توشه بفرستید. از خدا بترسید و بدانید که شما واقعا در روز رستاخیز او را دیدنی هستید و مؤمنان را بشارت بدهید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نام خدا را در سوگندهای خیش بهانه برای اجتناب از نیکوکاری، پرهیزگاری یا اصلاح میان مردم مگردانید و خداوند شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. خداوند شما را به سوگندهای غیر قصدی شما نمیگیرد، بلکه شما را به اساس نیت دلهای شما میگیرد و خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. برای کسانی که از نزدیک شدن با زنان خود سوگند میخورند انتظار 4 ماه دستور داده شده است. اگر ایشان رجعت کردند سپس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و اگر قصد طلاق کردند سپس خداوند واقعا شنوا و داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
زنان طلاق شده در مورد خود گذشتاندن 3 دوره قرعه را انتظار بکشند. اگر ایشان به خداوند و روز قیامت ایمان دارند، به آنها حلال نیست که آنچه را خداوند در رحمهایشان آفریده پنهان کنند و در این دوره شوهرانشان به رجوع به ایشان حقدارترند اگر بخواهند صلح کنند. زنان به اساس شریعت همان حقوقی را بر شوهران خیش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند و مردان بر زنان درجه یعنی امتیازی دارند و خداوند صاحب قدرت منیع و صاحب حکمت است. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی 2 بار است. سپس یا نگه داشتن است به وجه پسندیده یا رها کردن است به نیکویی و برای شما مجاز نیست که چیزی را که به زنان خیش دادید بازگیرید مگر اینکه زن و شوهر بترسند که احکام خداوند را مراعات کرده نتوانند. اگر شما ترسیدید که زن و شوهر احکام خدا را برپا نمی کنند، پس بر زن و شوهر گناهی نیست که زن در برابر گرفتن طلاق خود عوض بدهد. این است احکام خداوند، لذا از آنها تجاوز نکنید. اگر کسی از احکام خدا تجاوز کند، پس این گروه ایشانند ستمگار. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس اگر شوهر زن خیش را برای بار 3 طلاق داد، در این حال بعد از این زنش برای او حلال نمی شود تا آن زن شوهری دیگر بگیرد. سپس چون شوهر دوم وی او را طلاق داد، در آن صورت بر هیچ یک از طرفین گناهی نیست اگر به نکاح رجوع کنند، به شرطی که احساس کنند که می توانند احکام خدا را برپا دارند و این است احکام خدا که آن را برای مردم آگاه بیان می کند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عده ایشان را به سر رساندند، آنها را یا موافق به دستور به وجه پسندیده نگه دارید یا موافق به دستور به وجه پسندیده رها کنید. اما ایشان را به این هدف نگه ندارید که به ایشان زیان برسانید و بر ایشان تجاوز کنید. اگر کسی چنین کند، پس حقا که به خود ستم کرده است. احکام خدا را به تمسخر نگیرید و نعمت‌هایی را که خداوند به شما ارزانی کرده و نیز آنچه را خداوند بر شما از کتاب و حکمت نازل کرده که با وسیله آن شما را پند بدهد به خاطر بگیرید.
و از خدا بترسید و بدانید که خداوند به هر چیز آگاست. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عدت خیش را گذشتاندند، در صورتی که میان خود بر اساس شرایط منصفانه راضی باشند، مانع ازدواجشان با شوهران سابقه ایشان نشوید. این پند به کسانی داده می شود که به خداوند و روز آخرت ایمان دارند. این کار برای شما سودمندتر و پاکتر است و خدا میداند و شما نمیدانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مادران فرزندان خود را 2 سال کامل شیر دهند. این مدت برای کسی است که بخواهد دوران شیر دادن را تکمیل کنند. بر کسی که فرزند برای او زاده شده یعنی پدر لازم است مصرف طعام و لباس زنان شیر دهنده را بر اساس شرایط منصفانه بپردازد. بر هیچ کس باری بالاتر از توان او گذاشته نمی شود، نی بر مادر به سبب فرزندش و نی هم به پدر به سبب فرزندش ضرر رسانیده شود. و بر وارث نیز مانند این است، یعنی رعایت این مراتب لازم است. پس اگر زن و شوهر به اساس رضامندی و مشوره جانبین بخواهند که طفل را از شیر جدا کنند، پس گناهی بر ایشان نیست. اگر خواستید که برای شیر دادن به فرزند خود دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست، به شرطی که چیزی را که به مادر می دادید بر اساس شرایط منصفانه بپردازید. از خدا بترسید و بدانید که خداوند به آنچه می کنید بیناست. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. کسانی که از شما میمیرند و از خود همسرانی را میگذارند، باید این همسران 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند. پس چون عده خود را تکمیل کردند، اگر ایشان درباره خیش به طریق عادلانه و معقول تصمیمی بگیرند، بر شما گناهی نیست و خداوند به آنچه میکنید آگاست. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم. اگر شما به گونه کنایی از زنانی که عده خود را می‌گذرانند خواستگاری کنید یا این قصه را به دل خود پنهان نمایید، بر شما گناهی نیست. با خدا معلوم است که شما آرزوی ازدواج آنها را در خود می‌پرورانید، ولیکن با ایشان مخفیانه وعده عقد را منمایید، مگر آنکه به ایشان چیزی بگویید که با موازین شرع موافق باشد و تا دوره مقرره عدت تکمیل نشود قصد بستن نکاحشان را نکنید و بدانید که خداوند آنچه را در دلهای شماست می‌داند. از این رو از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. اگر شما زنان را پیش از آن که با ایشان آمیزش جنسی برقرار کنید یا برایشان مهر تعیین کنید طلاق دادید، با شما گناهی نیست، اما به ایشان متاع مناسب بدهید، توانگر مطابق به توان خود و نادار هم مطابق به توان خود، متاع موافق به قانون شریعت، و این حقی است بر نیکوکاران. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. و اگر ایشان را پیش از آمیزش جنسی و بعد از تعیین مهر طلاق کردید، پس در این حال دادن نصف مهر به ایشان لازم است، مگر آنکه زنان یا کسی که در امر عقد نکاح صاحب صلاحیت است گذشت نماید. و اگر گذشت کنید یعنی مهر را کامل بدهید، به پرهیزگاری نزدیکتر است و سخاوت و نیکویی را در میان خیش فراموش ننمایید، حقا که خداوند به آنچه میکنید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. برای ادای نمازها مخصوصا نماز میانه شدیداً مراقبت ورزید و با خضوع و خشوع به حضور پروردگار خیش بپا خیزید. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اگر از دشمنی ترسیدید پیاده یا سواره طوری که مساعد باشد نماز بخوانید، اما وقتی که ایمن شدید پس خداوند را به طریق ذکر کنید، یعنی نماز را به شیوهی بخوانید که به شما آموخته است، شیوهی که آن را پیش از این نمیدانستید. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزیز حکیم. و کسانی از شما که میرند و بیوه‌هایی از خود میگذارند، سفارش است که 1 سال برای این زنها وسایل زندگیشان پرداخته شود و از خانه بیرون نشوند. اما اگر ایشان از منزل خارج شدند، پس آنچه ایشان در حق خیش از کارهای پسندیده انجام میدهند بر شما گناهی نیست و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. برای زنان طلاق شده وسایل زندگی ایشان به سویه معقول و منصفانه داده شود. این مکلفیتی است به پرهیزگاران. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. به این ترتیب خداوند برای شما احکام خود را بیان می کند تا باشد که شما بفهمید. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا به سوی کسانی ندیدی که از بیم مرگ از خانه‌های خود بیرون شدند و ایشان هزاران تن بودند؟ پس خداوند به ایشان گفت بمیرید و مردند. سپس خداوند ایشان را دوباره زنده گردانید. حقا که خداوند به مردم صاحب بخشایش است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند واقعا شنوا و داناست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کیست آن که به خداوند قرض دهد، قرض حسنه، تا خداوند آن را برای او چندین برابر زیاد کند و خداوند روزی بندگان خود را گاه تنگ و زمان فراخ می سازد و به سوی او بازگردانیده می شوید. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علیم بالظالمین. آیا به سوی بزرگان قوم بنی اسرائیل که بعد از موسی زندگی می کردن ندیدی؟ انگامی که به پیامبر خیش گفتند برای ما پادشاه برگزین تا زیر فرمان او در راه خدا بجنگیم. گفت شاید اگر به شما دستور جنگ داده شود از جنگ خودداری کنید. گفتند ما را چی شده است که از جنگ در راه خدا خودداری کنیم، در حالی که از دیار خیش و از کنار فرزندان خیش بیرون رانده شدیم. اما هنگامی که بر آنها جهاد فرض گردید جز عده کمی از ایشان دیگران روی گردانیدند و خداوند به حال ستمگاران داناست. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا
أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. و پیامبرشان به ایشان گفت حقا که خداوند برای شما طالوت را به حیث پادشاه برگزیده است. گفتند چگونه او پادشاه شده میتواند در حالی که ما از وی به پادشاهی سزاوارتریم و برای او مال فراوانی داده نشده است. پیامبرشان گفت بیگمان خداوند او را بر شما برگزیده است و او را دانش و قدرت جسمانی فراوانی داده است. خداوند پادشاهی خیش را به هر کس بخواهد میدهد و خداوند گشایشگری داناست. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین. و پیامبرشان برایشان گفت نشان پادشاهی او این است که به شما صندوقی می آید که در آن آرامش خاطری است از جانب پروردگار شما و یادگارهای باقی مانده از خانواده موسی و خانواده هارون که آن را فرشتگان حمل می کنند. حقا که در این امر برای شما نشانه است اگر مؤمن هستید. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین. سپس چون طالوت با این لشکریان برآمد گفت بیگمان خداوند شما را به نهری آزمایش می کند. پس کسی که از آن بنوشد از من نیست و کسی که از آن نچشد بیگمان از آن من است، مگر اینکه کسی یک کف آب به دست خود از آن برای نوشیدن بگیرد. پس جز عده همه ایشان از آن نوشیدند. چون طالوت و مؤمنان همراه او از نهر گذشتند گفتند امروز ما توان مقابله با جالوت و لشکریان او را نداریم. اما آنانی که عقیده داشتند به خداوند ملاقی می شوند گفتند چی بسا که دسته کوچکی به اراده خداوند بر دسته بزرگ غلبه یافته است و خداوند با صابران است. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
پس ایشان را به اراده خداوند شکست دادند. داوود جالوت را کشت. خداوند به داوود پادشاهی و حکمت ارزانی فرمود و به او از هر آنچه می‌خواست آموخت. و اگر خداوند یک گروهی از مردم را به وسیله گروهی دیگر دفن می‌کرد، زمین واقعا فاسد می‌گردید. اما خداوند به جهانیان لطف و احسان دارد. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلین. اینها آیات خداوند است که آن را به تو به حق تلاوت می‌کنیم و تو واقعا از پیامبرانی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. از این پیامبران ما بعضشان را بر بعض دیگری برتری دادیم. از ایشان کسی بود که خداوند با او سخن گفت، بعضی دیگر را به درجات ارتقا داد. به عیسی پسر مریم ما نشانه‌های روشنی دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم. اگر خداوند می‌خواست، آنهایی که بعد از این پیامبران بودند پس از آن که نشانه‌های روشنی به ایشان آمد با هم جنگ نمی‌کردند، ولی ایشان اختلاف ورزیدند. پس بعضی از ایشان ایمان آوردند و بعضی از ایشان کافر شدند. اگر خداوند می‌خواست، ایشان با یکدیگر جنگ نمی‌کردند، اما خداوند آنچه را بخواهد می‌کند. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای مؤمنان، از رزقی که ما به شما ارزانی کرده ایم خرج کنید پیش از اینکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروشی میسر باشد و نه دوستی و نه هم شفاعتی را مستحق شوید و کافران هم ایشانند ستمگار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خداوند معبودی جز او نیست، زنده و به خود پاینده است، نه او را پینکی میگیرد و نه هم خواب. هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن اوست. چی کسی است آن که به حضور او شفاعت کند مگر به اجازه او؟ آنچه را که در پیش روی و پشت سر بندگان است میداند و ایشان به چیزی از علم او احاطه کردن نمی توانند مگر به آنچه که او اراده کند. کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته است و نگهبانی آنها او را خسته نمی سازد.
و او بسیار بلند مرتبه و بسیار با عظمت است. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. در دین اکراهی نیست، بیشک رهیابی از گمراهی جدا شده است. پس کسی که از شیطان روی برمیتابد و به خداوند ایمان می آورد به دستگیره مستحکمی چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست و خداوند شنوا و داناست. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خداوند یاور مؤمنان است، ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد و کافران یاورانشان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکی ها می کشانند. هم ایشانند اهل دوزخ و در آن همیشه به سر می برند. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تو به سوی آن کسی ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله کرد از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من ذاتی است که زنده می گرداند و می میراند. آن شخص گفت منم که زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت حقا که خداوند آفتاب را از مشرق می آورد پس تو آن را از مغرب برار. آن کافر مبهوت و درمانده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا مثال شخصی را که از دهکده گذشت که بر سقف‌های خود فرو ریخته بود گفت چی طور خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال بمیراند سپس او را برانگیخت یعنی دوباره زنده گردانید و به او گفت چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت شاید 1 روز یا قسمتی از روز درنگ کرده باشم.
خداوند گفت نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. به غذا و نوشیدنی خود ببین در آن تغییر نیامده است و به سوی خر خود ببین و برای اینکه تو را نشانه به مردم بگردانیم و به سوی این استخوانها یعنی استخوانهای خر بنگر چگونه آنها را از جای آن بالا می کنیم و به هم پیوند می دهیم، باز آنها را با گوشت می پوشانیم. هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد گفت میدانم که بیشک خداوند بر هر چیزی تواناست. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و به خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده می گردانی. خداوند گفت آیا باور نداری؟ ابراهیم گفت چرا نه، ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم. خداوند گفت سپس 4 نوع از پرنده بگیر، سپس آنها را به هم آور یعنی توته کن و به هم آمیز. بعد از آن بر هر یک از این کوهها قسمت از آنها را بگذار، سپس آنها را بخواه. ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند صاحب قدرت منعی و با حکمت است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گشایشگر و داناست. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند و در نفقه‌ای که کرده اند منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، برایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است. خداوند بی نیاز و صاحب حلم است. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای مؤمنان،
خیرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج می کند و نی به خداوند ایمان دارد و نی هم به روز آخرت. پس مثال وی به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد، بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوید. چنین مردم قادر نخواهند بود از عمل خود حاصلی به دست آرند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازد. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. و مثال آنانی که داراییشان را برای طلب رضای خداوند و استواری ملکات انسانی خود خرج می کنند مانند باغی است در جای بلند. باران تند بر آن می بارد و آن را دوچند می سازد و اگر باران تند به آن نرسد شبنمی برای آن کافی است و خداوند به هر چیزی که شما می کنید بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. یا یکی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که جویبارهای در زیر آنها جاری باشد، در آن باغ همه اقسام میوه ها موجود باشد، صاحب آن باغ به پیری رسد و دارای فرزندان خردسال و ضعیف باشد و این باغ در گردباد آتشین گیر آید و بسوزد. بدین ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما فکر کنید. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما برای شما از زمین برآورده ایم خرج کنید و در صدد چیز ردی یعنی غیر قابل استفاده از مال خود نشوید که آن را می دهید، در حالی که خود شما آن را نمی گیرید مگر آن که از عیبی که در آن است چشم بپوشید و بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستوده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان شما را به فقر وعده می دهد و به فحشا امر می کند مگر خداوند به شما آمرزش خیش و فضل خود را وعده می دهد و خداوند گشایشگر و داناست. یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
خداوند هر کی را خواهد صاحب حکمت می سازد و هر کی را حکمت داده شد واقعا برایش خیر بیکران داده شده است و پند نمی گیرند مگر خردمندان. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. و هر چیزی را که شما خیرات می دهید یا به صورت نذر می پردازید به یقین خداوند آن را می داند و برای ستمگاران یاری دهنده نیست. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر شما آشکارا صدقه بدهید این هم خوب است، ولی اگر شما پنهانی صدقه بدهید و آن را به کسانی برسانید که واقعا نیازمندند برای شما بهتر است. از شما بعضی از گناهان شما را می زداید و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. راهیابی ایشان به ذمه تو ای پیامبر نیست، بلکه خداوند هر کی را خواهد راهیاب می سازد. هر چیزی را که شما از خیر می پردازید نفع آن به خود شماست و خیرات ندهید مگر برای طلب رضای خداوند و هر خیری را که می دهید به شما ثواب آن تماما می رسد و با شما ستم نمی شود. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات به نیازمندانی داده شود که در راه خدا محصور شده اند و نمی توانند برای تجارت و کار در روی زمین سفر کنند. شخصی بیخبر از حالشان از سبب خویشتنداریشان فکر می کند که توانگرند. ایشان را سیمایشان می شناسی. ایشان مسرانه از مردم سؤال نمی کنند و چیزی را که از دارایی خرج می کنید حقا که خداوند به آن داناست. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که دارایی خود را در راه خدا شب و روز پنهان و آشکارا خرج می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است. برای ایشان نی خوف است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آنهایی که سود میخورند در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن کسی که حواس او را شیطان به نسبت تماس مختل ساخته است. این به سبب آن است که ایشان گفتند واقعا بیع مانند سود است، در حالی که خداوند بیع را حلال و سود را حرام قرار داده است. چون کسی که پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از سودخواری صرف نظر کرد، پس چیزهایی را که در گذشته گرفته برای اوست و کار او سپرده شده به خداست. و کسی که به این عمل برگشت، پس چنین مردم اینهایند دوزخی، ایشان در آن همیشه میمانند. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. خداوند سود را نابود می سازد و صدقات را افزون می گرداند و خداوند هیچ ناسپاسی گنهکاری را دوست ندارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنهایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند، نماز را به تمام و کمال برپا داشتند و زکات را پرداختند، مزد ایشان نزد پروردگارشان است، نی بر ایشان خوف است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ای مؤمنان، از خدا بترسید و آنچه را از سود مانده است رها کنید اگر واقعا مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر سودخواری را رها نکردید پس به جنگی از طرف خدا و رسولش آماده باشید، ولی اگر توبه کردید در آن صورت اصل سرمایه شما از آن شماست، نی ستم می کنید و نی هم به شما ستم می شود. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر مدیون دچار تنگ دستی باشد پس برای او مهلت است تا توانگری، و اگر قرض خود را برای او ببخشید این برای شما بهتر است اگر فایده این کار را بدانید. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از روزی بترسید که در آن به سوی خداوند بازگردانیده می شوید، سپس هر شخصی چیزی را که کسب کرده است تماما به او داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم. و ای مؤمنان، چون به معیار معین به قرض معامله نمودید پس آن را بنویسید و باید کاتب آن را صادقانه میان شما بنویسد و کاتب همان گونه که خدا به او آموخته است از نوشتن آن ابا نورزد. پس او باید بنویسد و کسی که قرض بر اوست باید املا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و نباید از آن چیزی که مدیون است کم کند. هرگاه مدیون سفی یعنی نادان یا ضعیف باشد یا خودش قدرت املا را نداشته باشد پس ولی او صادقانه املا کند و 2 گواه از مردان خود بگیرید و اگر 2 مرد نباشد پس 1 مرد و 2 زن گواه شوند از شاهدانی که به گواهیشان رضامند باشید تا اگر یکی از ایشان اشتباه ورزد پس یکیشان دیگرش را یاد دهانی نماید و چون گواهان خواسته شوند از شهادت دادن ابا نورزند و از این ملول نشوید که حق را اندک باشد یا بسیار به قید مدت آن بنویسید. این نوشتن در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی درست تر است و نزدیکتر است به این که به شک نیفتند مگر آنکه تجارتی باشد که آن را بین خود دست به دست کنید. در این صورت بر شما گناهی نیست اگر آن را ننویسید و چون خرید و فروش کردید گواه بگیرید و باید نی کاتب و نی گواه زیانمند شوند و اگر چنین کنید این گناهی است به شما و از خدا بترسید و خداوند به شما می‌آموزد و خداوند به همه چیز داناست. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید پس گروی لازم است قبض شده و اگر یکی از شما به دیگری اعتماد می کنید پس باید همان کسی که به او اعتماد شده امانت یا ذمه خود را ادا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و شهادت را کتمان مکنید و هر کس که آن را کتمان کند بیگمان دل او آغشته به گناه است و خداوند به هر چیزی که می کنید داناست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
والله على كل شيء قدیر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و آنچه را در دلهای شماست خواه آشکار کنید یا پنهان خداوند شما را به آن محاسبه می کند. پس هر کسی را بخواهد می آمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیز تواناست. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر به چیزی که به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد و مؤمنان نیز همه به خدا، فرشتگان، کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند. آنها میگویند میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و فرمان بردیم. خواهان آمرزش تو هستیم ای پروردگار ما و به سوی توست بازگشت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوند هیچ کسی را به کار مکلف نمی سازد مگر به اندازه توان او. برای اوست هرچی کسب کرد و بر زیان اوست هرچی را مرتکب شد. پروردگار ما اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مگیر. ای پروردگار ما همان گونه بار گرانی که بر پیشینیان ما گذاشتی بر ما مگذار. ای پروردگار ما و بر ما چنان باری را مگذار که توان برداشت آن را نداشته باشیم. از گناهان ما درگذر، ما را ببخشا و بر ما رحم کن. توی کارساز ما، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان.